وقتی این پله ها رو رفتم بالا، تو سکوتم رفتم و این جمعیت چنان استقبالی از من کردن. Gugush, before Madonna, before Beyonce, Cher, everybody, you were the mega pop star. تنها جایی که من احساس امنیت و آزادی می کردم روی صحنه بود. اونجا بود که من زندگی. گفتن میکشنه. گفتم خب بکشن. من دارم الان ذره ذره اینجا دارم میمیرم. احساس کردم که یک اتفاق ناخوشایند سیاسی داره میفته، ولی احساس نمی کردم که قرار هست این همه سال حبس بشم برای 21 سال. همین همبستگی سوگند ایران به دست بچه‌های خودش آزاد میشه. این هر دفعه که اینو میزنه